از او میترسند یا تحسینش میکنند. بستگی دارد در کدام نقطه از جهان باشید. غالباً از او تنفر دارند و تقبیحش میکنند، اما همیشه مورد احترام همگان است. مارها همواره اسرارآمیز و در حالی از ابهام هستند. عادات و رفتار آنها هنوز کاملا شناخته شده نیست و عجیب به نظر میرسد و به همین دلیل است که همواره مجذوب او هستیم. تقریبا میتوان گفت مثل این است که ما را هیپنوتیزم میکند. شما هم ممکن است مارها را دوست نداشته باشید، ولی با این حال نمیتوانید چشمتان را از صفحه تلویزیون برگردانید، که در مجموع تلفیقی از تنفر و شیفتگی است. اما نگران نباشید، شما دیوانه نیستید و این در واقع غریزه حیوانی شماست که در زمان وجود خطر احتمالی گوش به زنگ و هوشیار میشوید. اما با این حال مارها در برخی از مذاهب نماد خرد یا جاودانگی هستند، اگرچه در برخی از آنها نیز مظهر شرارت و خدعه و نیرنگ به شمار میآیند. به هر روی این حیوانات هر صفتی داشته باشند یا هر چیزی که باشند، به اشکال مختلف در هر گوشه‌ای از کره زمین حضور دارند. ما قدرت‌های باور نکردنی و ویژه به آنها نسبت می‌دهیم. برخی از این ویژگی‌ها افسانه است، اما برخی دیگر کاملاً واقعی هستند. ابرمارها. مارها می‌توانند طعمه خود را فریب دهند یا دشمنان خود را به اشتباه بیاندازند و میتوانند آنها را با زهر خود فقط در چند ثانیه بکشند و یا قدرتشان را کاهش دهند. آنها میدانند چگونه خود را نامرئی کنند تا دیده نشوند و اگر لازم باشد میتوانند مدت 1 سال بدون خوردن غذا زنده بمانند و بدون داشتن پا راه بروند، شنا کنند و یا از درخت بالا بروند. حتی میتوانند پرواز کنند یا کاملا تبدیل به یک جانور آبزی شوند. مار فیل خرطومی هرگز به خشکی نمی آید، چون ساختار اسکلتی بدنش به گونه‌ای است که نمی تواند وزن خود را تحمل کند و اگر در آب غوطه ور نباشد ممکن است بمیرد. اما نیازی ندارد که از آب خارج شود. کافی است برای تنفس سوراخ‌های بینی خود را هر 20 دقیقه از آب بیرون کند. این گونه به نظر می رسد که کلیه گونه های مشابه از یک قدرت مافوق برخوردار هستند. توانایی سحرآمیزی که به کمک آن می توانند به ناگاه خود را جوانتر کنند. پوست این مار بسیار خشک، کمرنگ و چروکیده به نظر می رسد. گرسنه نیست و چیزی نمی تواند بخورد، اما در برابر هر چیزی که در اطرافش حرکت کند واکنشی خصمانه نشان می دهد و چشمهایش تیره و مات شده و عملاً نابیناست. حرکت مارهایی که فرایند پوست اندازی را طی می‌کنند بسیار ناشیانه و با عصبانیت است. شکل ظاهری و رفتارش حاکی از بیماری و کهولت سن است، اما قرار نیست که بمیرد. برخلاف آن در حال پوست اندازی است. پوستش کاملا جدا می شود و جدا شدن تکه های بزرگ پوست از سر مار شروع می شود. در حالی که پوست قدیمی از بدنش جدا می شود، پوست جدیدی به تدریج از زیر پوست قدیمی ظاهر می شود که بسیار لطیف، درخشان و خوشرنگ است.
دوباره میتواند ببیند و البته دوباره گرسنه شده. دیگر حیوانات و احتمالاً انسان به تدریج و به طور مدام پوست خود را عوض می کنند. اما در خزندگان، خصوصاً در مارها، این فرایند به خوبی قابل رؤیت است. پوستی که پوشیده از فلس است و هیچ سوراخی ندارد و نمیتواند عرق بدن مار و یا هر ماده سیال دیگری را دفع کند. پوست یک ورق یک دست است و زمانی که کوچک می شود و نمیتوان آن را پوشید، باید آن را با یک پوست بزرگتر تعویض کرد و بدین ترتیب حیوانی که آن را پوشیده است میتواند رشد کرده و بزرگتر شود، چون فرایند رشد و نمو مارها هرگز متوقف نمی شود. آنها همواره درست تا آخرین روز حیاتشان رشد می کنند. البته این بدان معنا نیست که همه مارها به حدی رشد کنند که جثه‌ای بسیار تنومند داشته باشند، بلکه هر یک از انواع مارها بر اساس آرایش ژنتیکی خاص خود تا آخرین روز حیات رشد می کنند و بدون شک بر اساس مقدار غذایی که در طول عمرشان می خورند. اگر در جایی که یک مار زندگی می کند شکار کمیاب باشد، مثل درخت بونسای، سرعت متابولیسم رشد خود را کاهش می دهد و به این ترتیب به گونه‌ای رشد خود را مدیریت می کند که از گرسنگی تلف نشود و یا بدنش دچار کمبود کلسیم نشود. اما اگر شکار به اندازه کافی در دسترس باشد، همان حیوان تا حداکثر استعداد ژنتیکی خود رشد می کند. مارهای پیتون و آناکوندا اگر تغذیه خوبی داشته باشند، در نهایت به موجوداتی غول‌پیکر و هیولایی بسیار بزرگ تبدیل می شوند. در واقع آنها ابرمار هستند و می توانند یک بز کوهی و یا حتی حیوانی به اندازه یک انسان را یک جا بخورند. در قرن 19 سربازان و دانشمندان معتبر برای اکتشاف به سرزمین‌های ناشناخته آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی سفر کردند و برخی از آنها مدعی شدند که با مارهایی مواجه شدند که طول آنها 20 متر بود و یا حتی بیشتر. طبق برخی گزارش‌هایی که در شرح سفرهای اکتشافی ثبت شده بود، حتی آنها را شکار کردند. اما از آنجایی که در آن مناطق حاری وسایط نقلیه مناسب و مجهز به سیستم سرمایشی وجود نداشت، لاشه آنها را برای مدت زیادی نمی‌توانستند حفظ کنند. طبق گزارش‌های آنها، بلندترین مار بزرگی که تا آن زمان کشف کرده بودند، یک پیتون مشبک بود که در جزیره سولورسی و در سال 1912 میلادی شکار شده بود. پس از مردن مار پیتون و اندازه‌گیری لاشه او متوجه شدند که طول آن 10 متر و 76 سانتی متر بود. آناکوندای سبز و یا یونیکتیس موریناس بزرگترین مار در کره زمین است. طبق مطالعات علمی، بزرگترین مار آناکوندایی که در سال 1960 کشف شده بود به طول 8 متر و 45 سانتی متر بود. کوچکترین مار جهان نیز یک ابرمار است. در واقع بعضی از جنبه‌های خاص رفتاری او دقیقاً همانند مارهای هم خانواده او که فقط بسیار بزرگتر هستند جالب توجه است. برای این موجود بسیار کوچک، یک قطره شبنم معادل است با یک حفره بزرگ آب که برای چند روز آب مورد نیاز او را تامین می‌کند. او از موریانه و مورچه ها تغذیه می کند و بیشتر عمر خود را در زیر زمین می گذراند. اما جالبترین موضوع در مورد این مار بسیار کوچک که طول او تنها 6 سانتی متر و قطر آن 2.5 میلی متر است، نحوه فوق‌العاده عجیب او در تولید مثل است.
بخش عمده‌ای از جمعیت مارهایی از جنس تایفلابز که عموماً آنها را به عنوان مارهای شاخ انگوری می‌شناسند از جنس ماده تشکیل شده است که در این حال می‌توانند بدون کمک جنس نر تولید مثل کنند. در واقع آنها پارتنوژنتیک یعنی بکرزا هستند و این یعنی یک مار، البته یک مار ماده، به تنهایی می‌تواند تولید مثل کند و بدین شکل قلمرویی از یک کلونی برای خود تشکیل دهد. در واقع این نوع مار به طور وسیعی در سراسر جهان پخش شده است. اما مسئله تولید مثل در نوع دیگری از خانواده مارها بسیار طبیعی و متعارف تر است و به راحتی تحت تأثیر رفتار اغوا کننده جنس مخالف قرار می گیرند، درست مثل هر موجود زنده دیگر. اظهار عشق آنها بسیار ابتدایی و ساده است. جنس نر تلاش می کند تا ماده را از حرکت باز دارد و بر بالای آن قرار بگیرد. اما ماده نیز با ترشح ماده شیمیایی فرمون نر را به طرف خود جذب کرده است. نر به کمک زبان خود مدت 3 روز است که ماده را تعقیب می کند و حالا تلاش می کند ماده را متقاعد کند که او برای بچه‌هایش پدر خوبی خواهد بود. نر سعی می کند شکم و بدن و دمش را به بدن ماده بمالد. اجرای این مراسم آرامبخش برای مارهای مرجانی کاذب بسیار اهمیت دارد، چون آنها از خانواده مارهای آفیافیگاس هستند. به عبارت دیگر اینها مارهای مارخور هستند. لذا هر دوی آنها از این قرار ملاقات عاشقانه کمی هراسناک هستند، چون هر لحظه ممکن است یکی از آنها تبدیل به غذای طرف مقابلی بشود که ممکن است اهل عشق و عاشقی نباشد. رفتار آنها باید خیلی آرام باشد و هیچ حرکت سریع و ناگهانی انجام ندهند. سرانجام ماده متقاعد می شود و نر را می پذیرد. بلافاصله پس از پایان جفتگیری از یکدیگر جدا می شوند و تقریبا دیگر هیچ وقت دوباره یکدیگر را ملاقات نمی کنند. نر دیگر هیچ مسئولیتی ندارد و پس از تولد بچه ها مادر از آنها نگاهداری می کند. پس این رابطه که مستلزم هیچ تعهدی نیست در بین مارها بسیار معقول و منطقی به نظر می رسد. طی 6 تا 8 هفته آینده تخم‌ها در بدن مادر رشد می‌کنند و برای اجتناب از هر گونه کاستی و مشکل در رشد بچه‌ها مادر در آخرین مراحل رشد خوردن غذا را به طور کامل متوقف می‌کند. هرچند این روند برای هیچ ماری مشکل ایجاد نمی‌کند. یکی دیگر از توانایی‌های خارق‌العاده این ابرمارها این است که بدون آنکه به خواب زمستانی بروند یا بدون آنکه بخوابند برای مدت طولانی غذا نمی‌خورند تا متابولیسم بدنشان کند شود. مارها خود را با نحوه خاصی از غذا خوردن وفق دادند. گهگاه به جای آنکه غذای مفصلی بخورند مدت‌های بسیار طولانی روزه می‌گیرند و غذا نمی‌خورند. مواردی مشاهده شده است که یک مار در حالی که در مدت بیش از 1 سال هیچ غذایی نخورده زنده مانده و هیچ صدمه جدی نیز به او وارد نشده است و همچنین آنها بدون آنکه آب بنوشند می‌توانند مدتی طولانی زنده بمانند. معمولاً در بین گونه‌هایی از مارهای کوچک و یا مارهای جوان که از پستانداران کوچک تغذیه می‌کنند، کافی است که هر هفته 1 بار شکار کنند و یا هر ماه. و این در واقع یک رژیم غذایی عادی و معمول در بین مارهاست. اکثر مارها به ندرت و همواره بسیار کمتر از آن چیزی که معمول است غذا می‌خورند. مارها سریع نیستند. آنها در هر نوع محیط زیستی می توانند حرکت کنند، اما سرعت آنها آنچنان نیست که بتوانند 4 پایان را تعقیب کنند.
مارها مجبورند برای شکار صبور باشند و منتظر بمانند و عامل غافلگیری را به کار ببندند. مار خود را جمع جور می کند و به دور خود می پیچد. با سرعت کافی بخشی از بدن خود را به سمت جلو می دهد. فاصله موثر از شکار به اندازه 1/3 طول بدنش است. یک مار برای اینکه بتواند غذا بخورد، شکار باید در اطراف او و قابل دسترس باشد. اما چون این شرایطی ممکن است رخ بدهد یا ندهد. این بسیار بستگی به شانس مار دارد. اگرچه مارها برای یافتن بهترین نقطه برای شکار و پنهان شدن بسیار مهارت دارند. مهمترین عامل برای موفق شدن مهاجمی که در کمین شکار نشسته است این است که دیده نشود، حتی اگر کاملا در نزدیکی طعمه باشد. مارها معمولا می توانند رنگ خود را تغییر دهند، به این معنی که می توانند رنگ بدن خود را با محیط اطراف تطبیق دهند، مضاف بر آنکه زیاد تکان نمی خورند و به آرامی حرکت می کنند. ساختار عضلانی بدنشان به گونه‌ای است که آنها را قادر می سازد در زمان حرکت دیده نشوند و در زمان یافتن طعمه این قدرتی فوق‌العاده به شمار می آید که البته می تواند بسیار خطرناک نیز باشد. از آنجایی که در استتار بسیار دقیق هستند و مهارت زیادی دارند، موجب شده است که مواجهه اتفاقی مارهای سمی با انسان حوادثی را به وجود آورد. زهر عاملی است که موجب شده است انسان از مارها متنفر باشد و از طرفی به مارها کمک کرده تا بتوانند خود را با اکوسیستم محیط وفق دهند. در ابتدا وقتی آنها برای اولین بار وارد صحنه شدند، کاربرد اصلی زهر دفاعی نبوده، بلکه کاربرد آن این بوده که شانس مارها را برای شکار طعمه افزایش دهد. و در وهله اول زهر فقط به عنوان عنصری برای هضم غذا و یا در واقع برای مرحله قبل از هضم غذا بوده. مارها در حالی که طعمه خود را میبلعند، زهر خود را به بدن آن تزریق میکنند تا بتوانند بدن طعمه را به تکه‌های کوچکتر تقسیم کرده و راحت‌تر آن را هضم کنند. مارها نمیتوانند پوست و استخوان طعمه را بجوند، چون ابزار لازم برای این کار را ندارند. مارها باید طعمه خود را یک جا ببلند و به همین دلیل به یک عنصر هضم کننده بسیار قوی نیاز دارند تا بتوانند هر چیزی را تجزیه و حل کنند. این عنصر همان زهر بود که بعداً تبدیل به بهترین سلاح دفاعی شد که تا کنون در اثر فرایند تکامل به وجود آمده است. عنصر زهر آنچنان مؤثر است که گونه‌های مختلف حیاتی از جمله انسان هر زمان که از کنار یک مار عبور می‌کنند، کاملاً به طور غریزی احساس ترس می‌کنند. دانشمندان مارها را بر اساس مکانیزم نحوه تزریق سم به طعمه‌شان دسته‌بندی می‌کنند. مار سولناگلیفوس دندانهای بسیار خاصی دارد که متحرک و بسیار بلند است. در زمان حمله به طعمه دندانهای خود را که مثل سر سوزن سرنگ توخالی است از غلاف خارج می‌کنند. دندانهای مار پروتروگلیفوس کمی کوتاه‌تر است و در جای خود ثابت است. مار اپیستوگلیفوس به کمک زهر شکار نمی کند، بلکه در مرحله قبل از هضم غذا آن را به کمک زهر برای هضم آماده می کند. به همین علت است که فقط در انتهای دهان خود دندانهای توخالی دارند که کمی بلندتر از دیگر دندانهای آن است و در حال بلعیدن طعمه سم را به آن تزریق می کنند تا بهتر هضم شود. سم مارهای کبرا و مامبا اساساً سمی ضد اعصاب است که یعنی سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار می دهد و طعمه را در حالی که سعی می کند نفس بکشد فلج می کند و قلب آن را از کار می اندازد. زهر افعی و مارهای زنگی که بیشتر حاوی ماده هموتاکسین است و موجب لخته شدن خود طعمه می شود.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که هر ساله در حدود 100,000 نفر در اثر نیش مارها کشته می شوند. اما در اکثر مواقع این سمی‌ترین مارها نیستند که عامل وقوع حوادث می شوند. خطرناکترین نوع مارها آنهایی هستند که در اطراف ما هستند، آنهایی که در نزدیکی ما زندگی می کنند. مارهایی که به دلیل وجود جوندگان مختلف که جذب غلات و زباله تولیدی ما می شوند، برای شکار آنها در مزارع و باغچه خانه های ما پرسه می زنند. اساساً نقش تهاجمی مارها نسبت به موشهای خانگی و صحرایی برای اکوسیستمی که در آن زندگی می کنند بسیار ضروری و حیاتی است و همچنین برای ما. مارها تعادل اکولوژیکی و زیست محیطی را حفظ می کنند و جمعیت پستانداران کوچک را تنظیم می کنند. در غیر این صورت افزایش جمعیت جوندگان مشکلات بسیار جدی‌تر را از قبیل مارگزیدگی در حین خواب برای محل زندگی انسان ایجاد می کردند. جوندگان حامل خطرناکترین انواع بیماری‌اند و البته مواد غذایی ما را نیز می‌خورند. مارها بیشتر از آن که موجب مرگ ما شوند، جان بسیاری از انسان‌ها را از مرگ نجات می‌دهند. علاوه بر این بیشتر مارها غیر سمی هستند و شکار خود را با فشردن آنها می‌کشند. به کمک عضلات فوق‌العاده قوی خود طعمه را آنقدر می‌فشارند تا کشته شود. ابتدا فکر می‌کردیم که آنها شکار خود را خفه می‌کنند و شکار در اثر له شدن و فشرده شدن دیگر نمی‌تواند نفس بکشد. اما در واقع آنها شکار خود را بسیار سریعتر از آنچه فکرش را بکنیم می‌کشند، یعنی با از کار انداختن قلبش. آنها طعمه خود را با چنان شدتی می‌فشارند که فشار خون را مختل کند و جریان خون را از کار بیاندازد که در نتیجه شکار بیهوش شده و در نهایت کشته می‌شود. و تنها زمانی که شکار مرده باشد آن را می‌بلعد و بلعیدن را از سر شروع می‌کند. یکی دیگر از توانایی‌های ابرمارها این است که دهان خود را به حدی باز می‌کنند که بتوانند طعمه‌های بسیار بزرگتر از جمجمه خود را ببلعند. این نوع مارها رکورددار میزان باز کردن دهان هستند. او میتواند دهان خود را تا حدی باز کند که طعمه‌ای 15 برابر بزرگتر از اندازه سرش را ببلعد. و همچنین او تنها گونه‌ای است که نیازی ندارد منتظر بماند تا شکار به او نزدیک شود. البته طعمه‌اش نیز نمیتواند با سرعت بگریزد. برای یافتن آنها مار از حس بویایی خود استفاده می‌کند. او به طور متناوب نوک زبانش را از دهان بیرون می آورد و به کمک آن در مسیری حرکت می کند که رد بوی طعمه بیشتر در هوا منتشر شده باشد. او بوی طعمه خود را تشخیص می دهد و به منبع انتشار بو نزدیک می شود. این کار برای مارها کار سختی نیست و سرانجام لانه را پیدا می کند. مادری که این تخم‌ها را گذاشته در خانه نیست. ممکن است از ترس فرار کرده باشد و یا فقط برای صرف نوشیدنی از خانه بیرون رفته است. به هر حال رسیدن به هدف مورد نظر برای مار زیاد هم آسان نیست. میلیون ها سال طول کشیده است که آنها در این کار تخصص پیدا کنند. اما کماکان هر تخمی را نمیتواند بخورد. تخمی را که اندازه مناسب دارد انتخاب می کند و از طرفی باید مطمئن شود که تخم‌ها زنده هستند. اما لانه را هنوز ترک نکردند. تخم فاسد ممکن است موجب مرگ مار شود.
گلویش را بر روی پوسته تخم می‌گذارد. اگر دمای آن از دمای محیط بیشتر باشد پس همه چیز عالی است. حال باید تلاش کند از غلتیدن تخم جلوگیری کند. پس مار بدنش را به دور تخم حلقه می‌زند تا آن را نگاه دارد. اما مارهای خانواده دیسیپلتیس دندان ندارند، ولی در زیر لثه برآمدگی‌های کوچکی دارند. دندانهای معمولی فقط ممکن است مزاحمت ایجاد کنند. دانشمندان هنوز نمی‌دانند که آنها چگونه تشخیص می‌دهند که کدام تخم بارور نشده و کدام تخم بارور شده و دارای جنین است. اگر حق انتخاب داشته باشند، تخم‌هایی را که بارور نشده انتخاب می‌کنند. بدین شکل آنها ظرفیت تولید مثل گونه‌ای را که شکار می‌کنند کاهش نمی‌دهند و خوردن تخمی که دارای جنین کاملی است به دلیل فقدان مواد مغذی هیچ نفعی برای او ندارد. وقتی مار دیسیپلتیس یک تخم را میبلعد، آن را با بعضی از استخوان‌های ستون فقراتش فشار داده و میشکند و زمانی که تخم را میشکند آن را میفشارد تا مواد مغذی ارزشمند آن را استخراج کند. دیسیپلتیس خود یکی از عناصر حیات در محیط زیست است. آنها معمولاً به تخم‌های دیگری که در لانه است کاری ندارند. علی‌رغم اینکه تا فصل بعد که پرندگان دوباره تخم گذاری می‌کنند دیگر غذا به وفور یافت نمی‌شود. عجیب است که هنوز برخی از مردم از مارها نفرت دارند. مارها بینایی خوبی ندارند، اگرچه چشم آنها حرکت را تشخیص می‌دهد. اما آنها رد پا و مسیر حرکت طعمه بالقوه خود را به کمک حس بویایی تشخیص می‌دهند. بعضی از مارها حتی دارای سیستم تشخیص حرارت هستند و می‌توانند اشعه مادون قرمز را ردیابی کنند. علاوه بر آن، مارها ذرات شیمیایی بو را که در هوا معلق است با زبان می‌گیرند و وارد دهانشان می‌کنند. آنها یک آزمایشگاه کامل در اختیار دارند. اندام یاکوبسون که اجزای شیمیایی ذرات بو را تجزیه و تحلیل می‌کند و نتیجه آزمایش را در کمتر از صدها صدم ثانیه به مغز ارسال می‌کند تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ کند. این مارمولک کوچک گکو غرق در ساختن پناهگاهی است که او را در برابر حرارت آفتاب حفظ کرده و تا حدی نیز امنیتش را تأمین کند. به نظر می‌رسد حضور مار را حس نکرده است که به آرامی به مارمولک نزدیک می‌شود. شاید گکو نمیتواند مار را از شاخه‌های خشک تشخیص دهد. افعی بوی گکو را حس کرده و در حال بررسی دمای آن است. تا حدودی به مارمولک نزدیک شده که کوچکترین حرکت او را می‌بیند و دمای بسیار ضعیف بدن مارمولک را حس می‌کند. اما تمایلش برای شکار را از دست می‌دهد. افعی پافادر شکار پستانداران را ترجیح می‌دهد. برخی دیگر از انواع مارها از حشرات، ماهی، دوزیستان و یا از دیگر مارها تغذیه می‌کنند. فرایند تکاملی لازم مارها برای خوردن مار دیگر بسیار شگفت‌آور است. خصوصاً در این مورد که شکارچی غیر سمی است.
سرعت در این حمله عامل حیاتی بود. تکنیک او برای این کار این است که ابتدا سر مار را بگیرد تا دیگر نتواند از خود دفاع کند و سپس قبل از اینکه مار شکار را بکشد شروع به بلعیدن آن می کند. واقعیت این است که شکارچی یعنی مار شهمار نمیتواند شکار خود را با منقبض کردن بدن خود و با فشار آوردن بکشد. طول بدن شکار تقریباً با طول بدن شهمار برابر است. به همین علت شهمار فقط میتواند شکار را زنده ببلعد و منتظر میماند تا او در داخل دستگاه گوارشش خفه شود. شکار شهمارها معمولاً مارهای زنگی و گونه‌های دیگری از مارهای سمی هستند. شهمارها طی فرایند تکاملی در برابر سم آنها کاملا مسئولیت دارند، اما استراتژی آنها این است که در هر صورت شکار نتواند آنها را نیش بزند. ماری که قادر باشد مار دیگری را بخورد یک ابرمار است. همانطور که مشاهده شد زبان عضو ردیابی بسیار قدرتمندی در مارهاست و البته در این حال از آن میتوان به عنوان جذب جنس مخالف نیز استفاده کرد. برخی از مارها زبانشان را به طرز عجیبی از دهانشان خارج میکنند، به طوری که به نظر میرسد نحوه حرکت یک کرم را تقلید میکنند. علاوه بر آن زبان مارها دارای رنگ‌های متفاوتی است. اما اگر هدف آنها به دام انداختن شکارچیان کرم نیست، پس در اینکه زبان مارها رنگارنگ است چه نکته‌ای نهفته است؟ این چیزی نیست جز قدرت فریبکاری و ایجاد توهم. هیچ تناقضی در این ایده وجود ندارد. بسیاری از مارها بر روی صورت خود برآمدگی‌های عجیبی دارند که از آن نیز ممکن است برای فریب دادن دیگران استفاده شود. این وسیله است برای فریب دادن حیوانات گیاهخوار. چیز دیگری که این فرضیه را تقویت می‌کند که مارها از حربه فریبکاری استفاده می‌کنند و حرکت دمانها در زمانی است که عصبی و ناآرام هستند. این رفتار برای جلب توجه است. در زمانی که با یک مهاجم مواجه می‌شود، برای مثال یک پرنده شکاری، پرنده‌ای که می‌خواهد با منقارش به سر مار حمله کند، یقیناً حرکت دم مار توجه پرنده را به طرف خود جلب می‌کند که در واقع این به عنوان نوعی حرکت دفاعی محسوب می‌شود. اما اگر پرنده کوچک باشد، این حرکت دفاعی ممکن است به عنوان تکتیکی برای شکار مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر این یک دام است. برخی از گونه‌ها مدت هاست که این کار را انجام می‌دهند. وقتی مار کاتن ماوس شکار خود را به آرامی تعقیب می‌کند، حداقل دمش به خوبی قابل رؤیت است و رنگ آن کاملاً با کل بدن مار متفاوت است. و دمش را به دلیل عصبی بودن و دستپاچگی تکان نمی‌دهد، بلکه آگاهانه آن را به اطراف تکان می‌دهد، البته به آرامی، همان گونه که یک کرم حرکت می‌کند. بدون شک این یک فریب و دام است. تله‌ای که میتواند حیواناتی را که در کف جنگل به دنبال یافتن حشره و کرم هستند فریب دهد. البته مارها دم خود را به دلیل دیگری نیز تکان میدهند. مارهای زنگی نیز دم خود را تکان میدهند و انتهای دم آنها متشکل از فلس اصلاح شده است که اصطلاحاً آن را زنگ مینامند، که البته شهرت نام این مار نیز از همین واژه اقتباس شده است.
مارهای زنگی با تکان دادن دمشان خطرناک بودن خود را به هر چیزی که به آنها نزدیک شود هشدار می‌دهند. شاید آنها قابل احترام ترین و نجیب ترین مار در جهان باشند. آنها نمی‌خواهند به کسی یا چیزی صدمه بزنند مگر آنکه واقعاً ضروری باشد. زنگی که در انتهای دم است از حلقه‌های خشک و توخالی از جنس کراتین تشکیل شده است که به ترتیب داخل یکدیگر قرار گرفتند. هرچه سن مار بیشتر می‌شود، تعداد حلقه‌ها نیز افزایش می‌یابد. زنگ مارهای زنگی حاصل سازگاری تکاملی است و از اینکه حیوانات دیگر ناخواسته آنها را لگد کنند جلوگیری می‌کنند. و البته مؤثرترین عاملی است که موجب می‌شود احتمال حمله هر مهاجمی را کاهش دهد. حتی مار زنگی برای اینکه بیشتر تهدیدآمیز به نظر برسد، بدن خود را به شکل حرف انگلیسی S حلقه می‌زند و سرش را بالا می‌آورد. اما آنها فقط در صورتی حمله می‌کنند که احساس کنند گزینه دیگری ندارند. بیشتر مارها قبل از اینکه از سم خود استفاده کنند به دشمنان احتمالی خود هشدار می‌دهند که اگر برای آنها مزاحمت ایجاد کنند با خطر بزرگی مواجه خواهند شد. رفتار آنها به این علت نیست که آنها حیوانات مهربان و خوشقلبی هستند، بلکه در واقع نمی‌خواهند سم خود را بیهوده هدر دهند. این افعی صحرایی با مالیدن شدید فلس‌های خود و تولید صدایی بسیار بلند به رهگذرانی که از نزدیکی عبور می‌کنند هشدار می‌دهد که تصادفاً وارد محدوده او نشوند. وحشتناکترین صدایی که هر حیوانی ممکن است تا کنون شنیده باشد. اما اگر بیش از اندازه کنجکاو نباشید، هرگز توسط یک مار زنگی و یا افعی صحرایی و یا مار کبرا گزیده نخواهید شد. اگر مار کبرا احساس خطر کند، خود را به وضوح در معرض دید قرار می‌دهد. برای این کار آنها بیشتر از 1/3 از بدن خود را از روی زمین بلند می‌کنند و سر و گردن خود را باز و منبسط می‌کنند. این یک نشانه کاملا واضح است که یعنی از این بیشتر نباید به او نزدیک شد. اگرچه این نوع مار کبرا برای کشتن شکار نیازی به گزیدن آن ندارد. این یک کبرای گردن حلقه اسپیتینگ از جنوب آفریقا است و میتواند سم خود را تا فاصله 3 متری پرتاب کند. پلنگ‌ها این را میدانند و از آن اجتناب میکنند. دیگر حیواناتی که در این زیستگاه زندگی میکنند نیز این را میدانند. اما این پلنگ جوان اولین باری است که با کبرای اسپیتینگ مواجه میشود. خیلی خوش شانس بود، چون ظاهراً سم مار با چشمهایش تماس پیدا نکرد. سم کبرای اسپیتینگ اگر با خز یا پوست تماس پیدا کند تأثیری ندارد، مگر آنکه با جراحت باز تماس پیدا کند و یا اگر با چشم تماس پیدا کند موجب کوری می شود. در هر دو حالت قربانی زنده نخواهد ماند. مارهایی که پوست رنگارنگی دارند و یا خصوصاً اگر طرح پوستشان راه را باشد، این کار را برای هشدار دادن انجام می دهند. زنگ زدن، هیس کردن، بزرگ کردن سر و گردن، رنگ‌های تند. اینطور به نظر می رسد که مارها بیشتر تمایل دارند هشدار بدهند و کمتر تمایل به حمله دارند. این یک مار مرجانی کاذب است که شکل ظاهریش از او حفاظت می کند. کمتر حیوانی جرأت می کند به او حمله کند. 5 هفته از زمان بارداری او گذشته و حالا محل خوبی برای پنهان شدن و تخم گذاشتن پیدا کرده. حفره‌ای در زیر ریشه یک درخت. دما و رطوبت هوا برای رسیدن تخم‌ها کاملا مناسب و عالی است. اگر
اگرچه برخی از مارها مثل مارهای بزرگ پیتون از تخم‌ها تا زمان تولد بچه نگهداری می‌کنند، اما معمولاً اکثر مارها بلافاصله پس از تخم‌گذاری آنها را رها می‌کنند. به طور غریزی وظیفه مادر تنها این است که در جایی امن تخم‌گذاری کند. استقلال قانونی است که بر اعضای خانواده حاکم است. استقلال مادر از فرزند و استقلال پدر از مادر. آنها زوجهای دوتایی تشکیل نمی‌دهند. هیچ نوع همکاری بین آنها نیست. اعضای خانواده هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. حتی لازم نیست که در هر فصل جفتگیری دوباره یکدیگر را ببینند. برخی از مارها قدرت خارق‌العاده‌ای دارند که می‌توانند اسپرم نر را سالها در بدن خود نگاه دارند و هر زمان که محیط مناسبی برای رشد تخم‌ها پیدا کردند، آنها را بارور می‌کنند. گونه دیگری با نام اووویویپروس نیز هست که معنی آن این است که ماده تخم را تا زمانی که بچه‌ها متولد شوند در بدن خود نگاه می‌دارد. برای مثال می‌توان به مارهای بوا، مارهای دریایی و انواع افعی‌ها اشاره کرد. این تنوع و سازگاری فوق‌العاده آنهاست که مارها را به یک ابرقدرت تبدیل کرده است و به لطف این قدرت برتر است که مارها بیشترین اکوسیستم و محیط زیست کره زمین را در اشغال خود درآوردند. تعداد بسیار زیادی از انواع مارها در جنگل‌های بارانی، تالاب‌ها و آبگیرها سکونت دارند و همچنین می‌توان آنها را در مناطق سرد سیر نیز مشاهده کرد. جایی که آنها یاد گرفتند در بدترین شرایط آب و هوایی هر سال به خواب زمستانی بروند. در برخی از مناطق آنها تنها در نیمی از سال فعال هستند. آنها برای اینکه بتوانند به راحتی فعالیت کنند و نسبت به محیط عکس‌العمل‌های مناسبی داشته باشند، به دمای بالای 20 درجه سانتیگراد نیاز دارند. آنها عاشق آفتاب هستند. به همین علت است که بیشتر به زیستگاه‌های خشک و گرم علاقه‌مند هستند. بد آب و هواترین صحراهای جهان برای آنها مثل بهشت است. اما گاهی اوقات دمای بسیار بالا، البته نه دمای هوا بلکه دمای سطح زمین، ممکن است قلب مارها را که ساختار بسیار ساده‌ای دارد از کار بیاندازد. باید بسیار مراقب باشند، چون دمای سطح شنهای صحرایی گاهی اوقات به بالای 70 درجه سانتیگراد میرسد. گرمایی واقعا سوزان. لذا هرچه کمتر با سطح سوزان شنها تماس داشته باشند بهتر است. افعی شاخدار روشی را ابداع کرده که به راحتی میتواند بر روی شنهای داغ حرکت کند، در حالی که دیگر مارها نمیتوانند این کار را انجام دهند. برای این کار سرش را بلند میکند و بدنش را قوس میدهد و بدین شکل میتواند به جلو یا طرفین حرکت کند و در این حالت تنها 2 تا 3 نقطه از شکم او با زمین تماس پیدا میکند و به طور متناوب نقاط تماس را تغییر میدهد و از سوختن بدنش اجتناب میکند. بوای کوچک شنی یک ابرمار است که به شکل منحصر به فردی خود را با محیط وفق داده است. فلس‌های روی پوستش صاف و هموار است. چشم‌های کوچک او در سرش فرو رفته تا استکاک را به حداقل برساند. و پوزه باریکش به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند در زمین شنی که در آن زندگی می‌کند به راحتی فرو رود. مکانیسم حرکتی مارها بسیار متفاوت است، اما آنها موجودات چابک و سریعی نیستند. به همین علت است که مارها وقتی با خطر مواجه می‌شوند به ندرت تلاش می‌کنند فرار کنند و ترجیح می‌دهند به جای فرار پنهان شوند. عنکبوت ترانچولا غذای احتمالی خود را پیدا نکرده، چون غذا کاملا خود را پنهان کرده است. انواع مختلفی از مارها که در مناطق ماسه‌ای و شنی سکونت دارند، تاکتیک مخفی شدن در زیر شنها را به کار میبرند.
چون تنها جایی است که میتوانند مخفی شوند. افعی شاخدار برای این کار کاملا مهارت دارد. نحوه انطباق خارق‌العاده آنها با محیط اطرافشان به آنها کمک می‌کند که خود را در برابر اشعه آفتاب محافظت کنند. و زمانی که آموختند چگونه خود را زیر شنها دفن کنند، قدرت خارق‌العاده نامرئی بودن را کشف کردند. مارهای سمی نیازی ندارند که با شکار خود بجنگند. ظاهراً به شکار اجازه می‌دهند که فرار کند، اما به خوبی می‌دانند که به زودی به آنها خواهند رسید. پوست تخم‌ها باز می‌شوند. بچه مارها پس از 2 ماه از تخم بیرون می آیند. به آرامی وارد دنیای جدید می شوند. قبل از اینکه جسارت پیدا کنند تا زندگی جدید را شروع کنند، حداقل چند روز طول می کشد تا با محیط اطراف خود آشنا شوند. آنها نمونه بسیار کوچکی از والدین خود هستند و به طور غریزی به کمک هیچ کس نیاز ندارند. پس از بیرون آمدن از تخم، آنها می توانند چندین روز بدون غذا زنده بمانند و اگر شکاری پیدا نکنند حتی برای چند هفته می توانند زنده بمانند، اگرچه از همان ابتدای تولد می دانند چگونه طعمه خود را بکشند. این حقیقت دارد که بعضی از مارها واقعاً برای انسان بسیار خطرناک هستند، اما تعداد آنها بسیار کم است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، تنها کمتر از 200 نوع مار از 3000 نوع ماری که تاکنون شناخته شده است به طور بالقوه مضر و زیان آور هستند. اما نقش آنها را در اکوسیستم و محیط زیست اطرافمان نباید فراموش کرد. وجود آنها برای ایجاد تعادل بسیار حیاتی است. بدون حضور آنها نه من و نه شما زنده نمی ماندیم. نباید اجازه دهیم حوادثی که تاکنون در مواجهه انسان و مارها رخ داده ما را تحریک و خشمگین کند. آنها جویای ما نیستند. آنها ما را تعقیب نمی کنند. آنها آنجا نیستند که ما را به دام بیاندازند. هیچ حیوانی نیت بدی ندارد و مارها نیز درست مثل هر حیوان دیگری هستند. مشکل اینجاست که ما اطلاعات زیادی در مورد آنها نداریم و در واقع این خطرناکترین چیز در مورد مارهاست، یعنی عدم آگاهی ما.